چی کار داری میکنی؟ بیا یه کارت بردارم. باورت نمیشه. هر کارت میخوای بردار. این اوکی. حفظ کن. اوکی. هر میخوای بگو وایسا. کارتتو بذار همینجا. کارتا رو سبا کامل شروع میکنم برد زدن. حتی برات شونه‌ای هم برد میزنم. اوکی. حالا منم انگشتمو میکشم به موهام. خب اینجا رو داشته باش. به این گردش بدید. برای انجام این بازی بیننده میگیم که یه کارت بردار. مثلا یه کارت بردار. هر کارتی میتونه انتخاب بشه و هر جایی میتونه بگه وایسا مثلا اینجا. کارتشو که بیننده گذاشت همونجا وقتی بقیه کارتا رو میذارید انگشت کوچیکه این قسمت نگه می‌دارید. از روی دسته کارت یه بار، دو بار و بار سوم از همون جایی که دقیقاً انگشت گرفتید بندازید. بقیه کارتا رو که بندازید کارت انتخابی بیننده کنترل میشه روی دسته کارت. درست بود؟ بله. برای قسمت دوم شما دوباره این انگشتتون رو بکشید به موهاتون که مثلا می‌خواید بار الکتریکی بهش بدید. وقتی انگشتتون اومد روی کارت قرار گرفت، یه خورده کارت رو به سمت خودتون بگیرید. انگشت کوچیکه رو باز کنید. انگشت کوچیکه باعث میشه که کارت بیاد بالا و بیننده فکر میکنه که کارت از وسط